بینندگان عزیز تلویزیون ملی ایران، از شربروک با شما صحبت میکنم. یک چهارم پایانی شاهد دیدار تیم های ایران و شوروی باشیم. بوریاک تیم ایران بفرسته. بچه ها خطی پای تشکیل میدن. از اونجا این قاسمپور، حسن روشن، ناصر نورایی، غفور جهانی در تیم ایران بازی که فودروف میگیره به مینایف. از مینایف جلوی دروازه هست. حالا برای کلوتوف رفقان است سریعتر از کلوتوف و تو مینایف، نازارنکو، بوریاک، فودروف، بلوخی. یک پاس خوب برای فودروف میفرسته. حالا گلیشخان اشتباه میکنه در این لحظه. درست میره تا دفاع رو بپوش. از پروین برای نورایی، برای شوت زدن بلوخی خودش سهام میرفخرایی در همون دقایق نخود یک حمله سریع از جناح راست توسط تیم شوروی پایه‌گذاری میشه. از نورایی به روشن، چون همیشه با اون حرکات ریز و سرعتش چشمگیر. بازی به راست برای مینایف، از اونجا برای بلوخی سهام به چپ میفرسته که فودروف میگیره به بوریاک واگذار کنه. خود بوریاک برای شوت زد به نظری واگذار میکنه. از نظری برای روشن. حالا فودروف از اونجا برای بلوخی یک زده. روشن در برابر مینایف و اون سامسشو میکنه خودش یک تنه تا اینجا پیش میاد. یک یار، دو یار. حالا گلیشخانی بلوکه میشه رو میبنده با یک دیواری که تشکیل میده. علی پروین از اونجا تا جلوی دروازه میفته زیر سینکر. حالا قاسمپور میاد از بوریاک پاس ارضی. بلوخی برای یک دو میدن. برای یک لحظه نازارنکو تیم شوروی گره و شوروی با پنالتی کلوتوف موقعیتش رو به زمین بود. حسن روشن از همونجا جلوی دروازه میفرسته. نازارنکو و فدوروف از بازیکنایی هستن که در این یک لحظه نازارنکو از چپ میاد و در اونجا میدن سه دیدار دیگه هم برگزار میشه. توشی یک توپ گل از کلوتوف برای قاسمپور و قاسمپور برای پاس از اونجا به غفور جهان. از اونجا برای نورایی برای یک لحظه ولی با در بالا. حالا غفور جهانی یک مدافع میشه. مینایف کرابی از اونجا به بلوخین برای شوت زدن و این کار رو میکنه. بلوخین بهترین بازیکن شوروی. تروشکی، حالا نظری، حالا پاس کوتاه به کلوتوف کاپیتان تیم شوروی. حالا حسن روشن پاس تو حرکت میکنه که تروشکی در برابرش. حالا تروشکی ریب بخوره من علی پروین با توپ به نورایی، به پروین یک جایی که مینایف خالیه. از همونجا جلوی دروازه ایران رایستان نیست. اسکندریان بازی خوبی رو انجام داد. به سهام میرفخرایی مدافع و ایرانی های دیگری که برای دیدن مسابقه اومدن. برای کلوتوف موفقیت بیژن رو بکنه. روشن جلوی دروازه تیم شوروی میگفتیم که یک ضد حمله که باید بلوخین آغازگرش باشه. بلوخین در روشن آغازگر یک حمله میشه در میانه میدان در حالی که داشت هم میچسبن. تروشکی پاس برای بلوخین شوتشو میکنه. روشن در کنارش به عقب‌تر در جایی که نوراییه با پشت پا پاس کوتاه به عقب‌تر به اسکندریان. روشن راحت عالی پاس ریز میزنه و اسکندریان در برابرش. تروشکین سانتشو میکنه. کلوتوف تیم شوروی از راست میزنه. یک لحظه جلوی دروازه ایران و نظری. حالا فومنکو این سانت رو میکنه جو میزنه. حجازی برای یک لحظه از به جناح راست فودروف این توپ رو میزنه. حجازی از دروازهش بیرون میاد. توپ خالی، دروازه خالی. مینایف تمایز از همه. کلوتوف خیلی راحت پاس در سال پیش هم در مونیخ در تیم المپیک ایران بودن. با تجربه کلوتوف میاد از اونجا برای فودروف یک کوس سریع از بلوخین و بیژن زوفقان دروازه بفرسته. توپ رو میفرسته و یکی که جلوی دروازه تیم ایران با سرعت بسیاری در حالی که بوریاک روشن از همه حالا خود کلوتوف برای بازم خوصیوار جلوی دروازه ایران بوریاک قبولش داره کارش مینایف از چپ بنده به قاسمپور واگذار میکنن. از قاسمپور برای نورایی، از نورایی به روشن رو گذار. پروین جلوی دفتر به نظری برای شوت زدن میشه و فودروف توپ رو میزن جلوی دروازه میاد و برای یک فومنکو به ذره میاد. یک توپ خوصی خودش آمدن نیست بنابراین پاس میده. حالا حرکت میکنه و این شوت رو میزنه که پروین برای یک لحظه از چپ میره
بسته بود جلوی دروازه خودش میدن، یک وال پاس میگیره و از اونجا تا جلوی دروازه ایران که هیچ روشن پا به توپ حرکت میکنه، از بند یار اول میگذاره فومنکو، حالا ماتوینکو روش بیاد خودش برای شوت دادن، ولی میبینیم که حالا یک بار دیگه بودروف میاد و بودروف میره برای شوت دادن، یک موقعیت که حتی بلوخین رو نیز عوض میکنه و جهانی در هوای در زمین هر وقت را میکنید ولی دیگه هست نظری به چپ بین سه یاد به مسیر جهانی که دیگه تیم شوروی رسن بلوخین از بین یک یاد دوی بوریاک نمیده از بلوخین خبر بلوچه میسونده بیاد تینکر راه توپ رو میبند تا زمین ایران توپ پیش مأمور زدن این ضربه میشه با همه قدرت تینکر از اونجا برای مدرمی و خودش بلند کشیده به روی دروازه شوروی برای غفور جهانی برای شوت زدن و این شوت رو میزنه که پاپوفسکی برای پاس دادن برای مزدونی خطا. پاپوفسکی با همه قدرت از راه دور میاد و شوت میزنه. گل جنایت برای تئودور از اونجا جلوی دروازه لیف گلهاش رو اضافه کن. تئودور خودش متحمل میشه کوچه آماده میکنه که وارد زمین بشه ولی باز دوندگی سعی میکنه این کار رو بکنه. میکنه یک حمله کار میکنه